سلام خیلی خوش اومدیم به اولین ویدیو کانال یوتیوب من. خب دوستان، من فرزانه هستم، عاشق عکاسی و طبیعت. امروز قراره بریم به یه موزه خیلی قشنگ که من خیلی دوستش داشتم. یکم توی خیابون ولیعصر پیاده روی میکنیم و میریم به سمت موزه. اینجا در ورودی رو دیدم و خیلی ذوق زده شدم و رفتم داخل محوطه. یکم چرخیدم و رفتم که بلیط بگیرم و وقتی دیدم با هم دانشجوی حساب کرد کلی خوشحال شدم و ازشون اجازه فیلم برداری گرفتم و رفتم داخل موزه. یکم هم از فضای بیرون براتون فیلم گرفتم، ببینید و لذتشو ببریم تا بریم داخل سالن. اینجا موزه زمان یا تماشاگاه زمان هستش که در سال 1378 افتتاح شده و در سال 1382 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده. جلوه های زیبای هنر و معماری ایرانی رو میتونید ببینید که چقدر خیره کننده هستش. این موزه به عنوان اولین موزه ساعت ایران شناخته شده. اینجا انواع ساعت‌های قدیمی ایرانی و خارجی به نمایش گذاشته شده که خیلی هاشون از کشورهای مثل فرانسه، سوئیس، انگلیس و آلمان هستن که میتونید بیاید و از این آثار زیبا دیدن کنید. خب یکم منو ببینید. هر جا آینه بود منم میتونید ببینید. طبقه بالای این موزه 4 تا اتاق داره که ساعت‌های افراد مشهور مثل پروفسور محمود حسابی و ساعت آفتابی ناصرالدین شاه در این طبقه قرار داره.
اینم از آخرین اتاق این طبقه. متاسفانه بالکن رو اجازه ندادن بریم، در حال تعمیر بودش و بازدید از موزه رو اینجا به پایان میرسونیم و میریم داخل حیاط رو ببینیم. من سعی کردم از محوطه پشت بیام که کافه جذاب این موزه رو بهتون نشون بدم و محوطه پشت این خونه زیبا رو هم ببینید. مرسی که تا اینجا همراه من بودی و کانال منو سابسکرایب میکنید تا پر انرژی با ویدیوهای جذاب در خدمتتون باشیم. بوس به کلتون، خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.